یه ذکری میخوام یادتون بدم امشب، اگر بتونید 110 مرتبه هر روز بگید، حالا یا پشت سر هم یا مجموعتا. ذکر آسونی هم هست. من مدتی یه عارف بزرگی خدا روزیمون کرد با یه آقای بسیار نازنینی که نمیتونم معرفی کنم، اجازه ندارم، این ذکر رو به من نشون. من حدود 1 ماه این ذکر رو یاد گرفتم. خدا میدونه چقدر برکات تو زندگی اومد. و لذا من بخیلم نیستم، میخوام شما هم نصیبتون بشه ایشالله. و ذکر خیلی نور داره، بردیزری جاده صاف بکنه، خیلی عجیب، حیف که نمیتونم بیش از این توضیح بدم، خیلی خوبه. بهترین ذکری که تو عمرم شنیدم و آسایش این ذکری که من قوم شما صراط علی مستقیم. بگو صراط مالک یوم الدین اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین.